پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مناسبت جشن سده. هموطنان عزیز، همه شما را با افتخار فرارسیدن یکی از جشنهای باستانی ملت کهن بنیاد و تمدن سازمان سده صمیمانه تبریک میگویم. باعث افتخار است که در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان سال 2009 جشن نوروز یعنی سال نو اجدادی ما با قدنامه سازمان ملل متحد مقام بین المللی گرفت. بعداً در تاریخ 6 دکبر سال 2023 در اجلاسیه 18 یونسکو جشن سده و 4 دکبر سال 2024 در 19 جلسه این سازمان با نفوذ جشن مهرگان به فهرست میراث فرهنگ غیر مادی بشریت وارد کرده شد. امروز این سه جشن ملی ما نوروز، سده و مهرگان با نامهای روان و زیبای تاجیکی خود از جانب مردم فرهنگ پرور جهان پذیرفته شدند و تجلیل کرده می شوند. زیرا در جشنهای ملی ما نه تنها ارزش‌های فرهنگی باستانی و نیت‌های نیک و سازنده مردم ما بازتاب گردیدند، بلکه آنها افاده کننده غایه و آرمان‌های پرارزش بشری نیز میباشند. قابل ذکر است که محض با در نظر داشت همین نقطه آنها از دایره یک ملت و یک منطقه فراتر رفته با تشبث تاجیکستان به جشن‌های عمومی بشری مبدل گردیده ایستادند. همزمان با این در کشور ما تجلیل جشن تیرگان نیز به عنعنه تبدیل یافته است. یعنی به شرافت صاحب استقلالی 4 جشن ملی امان که در 4 فصل سال با رسم و آیین‌های به خود خاص تجلیل کرده می شوند نه تنها احیام و آموی گردیدند، بلکه تدریجاً در مقیاس عالم نیز نفوذ و اعتراف پیدا می کنند. در شرایط طرف وسعت گرفتن روندهای جهانی شوی، شناخت تاریخ باستانی، افتخار از فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله خلقمان و احیا و گرامی داشتی بهترین رسم و آیین‌های گذشته، خودآگاهی تاریخی و هویت ملی مردم کشور را تحکیم و تقویت می‌بخشد. جشن سده از جمله رسم و آیین‌های اجدادی میباشد که از دوران خیلی قدیم به ما میراث مانده با جشن‌های دیگری ملیمان به خصوص نوروز بین المللی ارتباط قوی دارد. با عقیده معمول نام جشن سده از رقم 100 گرفته شده، زیر این مفهوم معنی‌های زیاد نهفته‌اند. ابوریحان بیرونی در کتاب تفهیم سبب سده نامگذاری شدن این جشن را از مقدار روزها تا عید نوروز باقی مانده یعنی 50 شب و 50 روز شرح می‌دهد. در رابطه با این مهم است تأکید نماییم که نام همه جشن‌های باستانی ما در زبان مادری شیرین و گوارای ما ریشه دارند و کلمه سده واژه ناب تاجیکی است که از عدد 100 ترکیب یافته است. جشن سده از ایام باستان تا به امروز همراه با یک سلسله رسم و آیین‌ها، آداب و سنت و باور و اعتقادها آمده رسیده است. ماهیت و اصل آنها را پیروزی، شادی و سرور بر غم و اندوه، گرما بر سرما، روشنی بر ظلمات و نیکی بر بدی تشکیل داده، گلخن فروزان آتش رمز اساسی این جشن می باشد. جشن سده از آمدن بهار، آماده شدن زمین برای کشت و کار، آگاهی از انجام فصل سرما و از نزدیک آمدن نوروز سال نو اجدادی بشارت می دهد. 50 شب و 50 روز پیش از فرارسی جشن نوروز تجلیل گردیدن سده کشاورزان ما را وادار می سازد که به استقبال سزاوار نوروز جهانی و کشت و کار بهاری آمادگی همه طرفه بیند. در رابطه با این چنین با در نظر داشت وضع زود تغییر یابنده جهان امروزه، طرف بالا رفتن نرخ مواد غذایی، گرمشوی اقلیم که آبشوی پیریخ‌ها یکی از پیامدهای آن بوده باعث کم‌آبی و خشکسالی گردیده ایستاده است، کشاورزان مملکت را در این ایام ضرور است که
مخصوصاً به مسئله پرورش و ذخیره تخمی‌های بهترین و نهال‌های سرحاصل توجه مخصوص ظاهر نمایند. چنانکه در پیام نوبتی تاکید نمودم، ما باید برای تامین امنیت آذوقه‌واری کشور هر یک وجب زمین را ثمرناک استفاده کرده، رشد ساحه کشاورزی را در زمینه دستاوردهای اینواتسیونی به راه مانیم. نیاگان ما پس از گذرانیدن جشن سده به نهالشینانی و به ترتیب آوردن درخت و باغها مشغول می شدند. مردم سربلند تاجیک از زمانهای خیلی قدیم تا کنون بنیادکار و سازنده می باشند، این عنعنه نیک اجدادی را امروز نیز ادامه داده در سرسبز و آباد گردانیدن تاجیکستان محبوبمان سهمی ارزشمند می‌گذارند. با نیت آبادی و پیشرفت روزافزون تاجیکستان محبوبمان، بار دیگر مردم شریف کشور به خصوص کشاورزان مملکت را به افتخار جشن سده صمیمانه تبریک گفته به هر خاندان کشور تندرستی، بخت و سعادت و اقبال نیک آرزو می نمایم. جشن سده مبارک باشد هموطنان عزیز.